هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. 83 سال و 6 ماه در یک شب عمر معنوی برای شما تولید میشه. اگر تو امشب یا شبهای آینده نصیبتون بشه عمر معنویتون 83 سال، یعنی کسی 5 تا رمضان 5 تا شب قدر نصیبش بشه 415 سال عمر معنوی میکنه. حالا عمر حضرت نوح بالاتره یا عمر امت محمد بالاتره؟ ده تا شب قدر نصیبش بشه حساب بکنید 800 سال 900 سال تو 10 تا شب قدر اگر نصیبت بشه. لیلة القدر خیر من الف شهر، سلام هی حتی مطلع الفجر. درهای 7 آسمان شکافته میشه، موجودات نورانی از آسمان نورباران میشن به طرف زمین، زمین رو نورباران میکنن. دنبال رکوع کنندگان و سجده کنندگان هستن، دنبال حلقه های ذکر هستن، با مؤمنین تو این شبها مصافحه میکنن. سلام هی حتی مطلع الفجر، آرامش کامله. موفق و مؤید باشید. نماز ذکر رو با هم میخونیم، لحظاتی هم چه هر کسی با خودش و خداش خلوت میکنه. 5 دقیقه 10 دقیقه 2 دقیقه با زبان مادری خودت بعد از دعای وتر، بعد از نماز وتر دعا بکن. لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتره. البته این اون شب پاداش نیست. شب قدر شب پاداش نیست، شب پاداش شب عیده، آخرین شب ماه مبارک رمضانه، اون جای خودشه. نمیشه صحبت کرد درباره رمضان، درباره فضل خدا نمیشه صحبت کرد، کم میاره. هر کسی ادعا بکنه بازم کم میاره. میگم وقتی یکی از کمالات قرآن روزه و رمضان باشه با این همه خیر و برکتش، پس کل کمالاتی که در قرآن هست چیه؟ این ماه فرصت هاست. اگه کسی با کسی قهر آشتی بکنه، اگر کسی بخیل سخاوتمند بشه، اگه کسی گناهکار توبه بکنه، اگه کسی گمراه دنبال هدایت بره، روزه یک عبادت جهانیه. و رمضان خداوند تا در خلت هم کشونده، امتداد داده در کل دنیا. قدر این نعمت ها را بدونید. ما الان بهترین شبها در اختیارمونه، ولی افسوس که شغل مسلمان ها طوری شده که تو ماه مبارک رمضان بیشتر مشغول میشن. یعنی تو 11 ماه تو کار نکرده که یک ماه اگر کار گیرت نیاد یا مرخصی بگیری یا در مغازت قفل کنی، در ساعتهای از روز یا شب به روزت بپردازی، نه به پاکت، نه به قرآن بپردازی، گرسنه میشی. 10 روز دیگه صید میگو باز میشه، تا 40 روز این کی صید میگو باز میشه. 10 روز دیگه طبیعیه صید میگو باز میشه. و میگو طلای دریاست. تو موتورلنج هر طوری که بخواد نماز تراویح بکنه، لباسش پوست ماهیه به بدنش چسبیده، لباسش خونه، میدونم کثیفه، بو داره میره.
اگه نرم کنه میتونه. از امسال به فکر باشید که برای سال آینده مرخصی آگاه باشید که با یاد خدا و راه خدا و ذکر خدا و برنامه خدا و کتاب خدا آدم به آرامش میرسد. چه تلاوت زیبایی برادرمون آقای سماک ارائه دادن، همه اسماء الحسنا درش بود. چطوری به فحش می آمدیم. این غذای روح ماست و این غذای فکر ماست و این غذای دنیا و آخرت ماست و این توشه و زاد دنیا و آخرت ماست و این کتاب و برنامه زندگی ماست و این کتاب حیات بخش مادی و معنوی ماست و این رشد اقتصادی ماست، رشد اجتماعی ماست، رشد سیاسی ماست، رشد معنوی ماست، رشد اقتصادی و نظامی ماست، رشد اخلاقی ماست، رشد علمی و آموزش فرهنگی ماست، رشد تقوا و اخلاقی ماست. قرآن کتاب رشد هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن کتابی است هدایتگر به بهترین راهها و محکمترین راهها و مقتدرترین راهها. اگر صاحب اقتدارید، اگر خواهان اقتدار، توانمندی، سعادت، سلامت، رشد، کمال، پیشرفت، مسئولیت، خواهان هر چیز خوب هستی، در این کتاب خداست. یک تجدید نظر بکنیم، یک بازنگری بکنیم. اون کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. من رفتم برای شما تهیه بکنم. آقای رئیسی گفت فقط 40 نسخه دارم. گفتم همین 40 نسخه رو بیار تا تعدادی رو بدیم. گفت یک هفته دیگه هر تعداد نسخه که بیارید من سفارش میدم تا برای شما بفرستن. یک هفته دیگه شاید دیگه هم دیگه رو اینجا نبینیم یا هر کسی به شهر خودش باز بگردد. اما کتاب فروشی شافعی جنب مسجد گلداری، اون جایی که شیخ شهید رحمت الله علیه اولین انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت استان و جنوب و بنیانگذاری کرده و اون انجمن خیریه تا امروز برکاتش، چون که بنیانگذارانش امثال شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه بود، اون پدر و مرشد و مربی و اون واقعا رحمتی که خداوند بر این منطقه توسط این شخصیت بزرگ باراند و منطقه را سیراب کرد و دلهای خشکیده و افکار پژمرده و فرسوده و افسرده ما را دوباره جان بخشید. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. اونجا انشالله یک هفته دیگه مراجعه بکنید از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. آهنگ پاپ گیتار و ارگ و مسائلی که میدانید، موسیقی های مبتذل که دنیا رو قبضه کرده. اما امروز همانهایی که پدران آهنگ پاپ در غرب اروپا و در دنیا بودن و شهرتشون جهانی شده بود و به ممالک اسلامی و سرمایه های اسلامی هم طغیان کرده بود، تو ماشین ها، تو خونه ها، تو مدارس، همه جا این آهنگ پاپ رونق داشت. امروز همانها مثل کات استیفنز، مثل جردن جاکسون و امثالهم که اینها پدران موسیقی پاپ در دنیا هستند، امروز کات استیفنز دستشو پیش گوشش میذاره از آهنگ پاپ، گیتار و انواع موسیقی مبتذل تا آهنگ ناب، صدای ملکوتی از آن و صدای ملکوتی و آهنگ ناب و نغمات زیبای خالص و ناب کلام الله مجید که برادرمون عبدالستار سماک تلاوت کردن و واقعا این آهنگ ناب هست. این را انتخاب بکنید. باور نمی کنید که اون شبی که من درباره اون کشیش اسحاق هلال صحبت کردم و درباره بعضی از شخصیت ها، این کتاب بیش از 100 شخصیت مطرح غرب و اروپایی که در زمینه های مختلف، در ورزش، در اقتصاد، در سیاست، در مسائل نظامی، کشیش ها، خواننده ها، پدر اسنوکر جهان، اونهایی که بیلیارد و اسنوکر بازی میکنن و قمار بازی میکنن از مسلمان ها، خجالت بکشن که پدر اسنوکر جهان مسلمان شده، قهرمان اسنوکر جهان مسلمان شده، دیگه قمار بازی نمیکنه، دیگه افتخار نمیکنه که یک قمارباز است با اسنوکر، افتخار میکند که هدایت به اسلام پیدا کرده. این کتاب رو حتما تهیه بکنید. کتاب فروشی شافعی انشاءالله می آورد و این داستان این 100 نفری که مسلمان شدن. اگر که علاقه به موسیقی دارید، به کاملترین یا
مشهورترین موسیقار دنیا مسلمان شدن. اگه ورزشکارید، همین چند روز پیش کاکا شماره 7 یا 10 بهترین بازیکن برزیل و یکی از بهترین های فوتبال جهان در کشور اسلامی کویت شهادت به اسلام داده، پشت سر هم برای من مسج میفرستن آیا خبر شده که کاکا مسلمان شده؟ جای تعجب نیست. ما تعجبمون از اینه که برادر مسلمان هم داره بیدین میشه.